شدیم وطن فرزندوم ای بچه‌ام ای دخترم ای نویروهم ما در اینجا فیض گرفتم برکت گرفتم صاحب اینقدر مثال خانه آباد شدم صاحب بچه شدم دختر شدم مثال بچه دخترای با حرمت به عزت که به قدر ما به قدر شورم میرسن مثال نویروها با این یک خاک به فیضی که ما البته ریزویم وطن یا جویی که مثال در بالای سر دست سقف داری خونت درود زندگی فرزندت شوهرت خیش تبار دیار و برادرت اکو دادرت اپو خیرت وطنه که هم میرو بیا سرجم میکنم انا خو میکنن یا میکردن شیر مونگ میکردن خرمیچه میکردن کوزاچه میکردن افتاوچه میکردن همشه میخورد ویر با این خیل گیرده کده پور میموندن علو تپک تو سحر ایمیسو سحر میخیستن که اینم خیل سرخ شده میگرفتن بازارو میبردن خیشاد توفه میدادن او میندازیم لطر تر میکنیم در گیردش محکم میکنیم او یخوره خلدلنیک دم او نمیمونیم ای خلدلنیک او نمیخریم بچم ای میخریم ای به دارو به کسل هیچی نمیشیم ای بهترین نیست ای خسرم آتش با خسرم آتش با کلونمون ای وای کی با رفت با خسرم دمون ای خسرم که با ما بودم قطی زنی برم امی حولی خسرم هر دوم بودیم ما ای حولی خسرم ایجا آمدم این نزنی هبرم اکول زیرمی جای ای اکوای کلینی کنجگی بود ای خسرم یادگاری در کلینی دویمنگی موندگیه ای خسر خشتامونو این ظرفی که ما حاضر دوخ کشیدیم ایره یا میگم زنهای کلالگر خاک را از کوه آورده تیار کرده این همی خیلی ظرف ها می ساختن پیشتر این مامو ها ما بی بی ها ما نمیارد میکردن این دوغای ما تیار شد مسکه میکنه همش این کاروباری زنهای دهات او سوید بود در سوید چالو میکشن وای مزی وای دیگه بچم ای دیگه مسکه میسوزه دوغ میسوزه جرگاد میسوزه خو وای سویته میسوزانه میتیه مزی وای را ببی بچه جون مزی ایره ببی ایره بود در خلطان اوش برو چکش بخو میگی سمیتن خورده سه من خودم داری میکشم میگم من چالوی تاجیکی خدمه بخرین تو روزی که ولی قوت دارم میکشم کلینا میخرن چکه میکنن میخرن تمول میکنم میخرن فتیر مسکه میکنم میخرن ای دستکشی خودم گود داریم خرود میکنیم اول میجوشیم جیرگاد خو میکنیم و دوغ میکشیم و چک میکنیم خرود میکنیم زمستان دا خرود تاو میکنیم ذخیره را برای زمستان میکنیم نصیب باشه زمستان کشید با خرود تاو هر نمود اوقات ایا چکه ایا شیر چند نمود اوقات میشه شیر برین میشه او تلا میشه پیاور میگفتن شیر کم کی بود با ای بی چی بکنم چی کرده یا دوغ میکردن چک میکردن و وقتی که او بود شید با او همسایر میدادن با و چند قدر بود نوبت قطی خیلی بگذراندن میگریستن این بچه همش ای تینجی امانی دنیا ای هم کارو خدا دنیا رو تینجی کنه بچه ها کار میکنن آخه با اوقات های ملی میگن آخه بچه ها با مزه اوقات ملی دیگه آخه پیشتر کمپیرکا هم اوقات های ملی میکدن تمول چنگالی هم اوقات های ملی و اگر در سویا خلیاده چی میشه پینک میدم ایر در همه ثبت ها میگیرن که بیزیب نشوه بسیار شیر و دوغ نازک های قروت این میگیرن باید کرتون چاکه با قروت هم تر میکدن میشکیدن با قروت ها میکدن ولی به هر چاک و به هر چی میکن خونای هم ماندگوهای شگر خیلی قشلاق در کار میکنی بچون چی کار میکنیم گو میکنیم
تپک میکنی آخه شیر دوخش میخری زندگی میکنی بچه میکردی نمی تقرود میکردن قاق میکردن در خلطه مینداختن از زمستان با قروتا میکردن با وقتی که نمیافتن چک دوغ با ایما با برای این کسلی های گریپ چیز شیله دا مینداختن ما همه فرزندان قطعی همه زنای هیورا فرزندان کلان کردیم به جنگ به دلسویی نکردیم همه زندگی شروع دیدیم همسایه قطعی زنای هیورا قطعی با این خیلی کلندور نویردور از توتی برای خوردن مثلا وقت توتی سفید کلون میشد ولی حولی مانده هسته وای با این خیل توت از این برای خوردن وای را که برگش نمیزنن من این خیل اینی توتا رو میزنن برای کیرمک وای توتا با برای مثال مردم ایوا استفاده میبرن شیرینی میکنن توتی قاق میکنن میخرن این برای همین بدون هم هست وای دونه ندارد زلموتی بالا میگن وای شلاق ما وایران شد همونجا بود وقتش ده همون توتای بدون سفید یک شیرین میشه نوای حاضر نیستن این توتاش مونده حاضر نمیشه شاه توتو رخشک توتو سیاه توتو سفید توت یعنی توتای برای کیرمک مونده انا قضای راه ده هست تا یوگانا دو طرفه توت برای کیرمک ای وای را دارین خون ها میگیرن کتک میکنن فهمیدی کلون وای میمونن کیرمک میموندن همون بالای اوایدن میشه با برگار زده بالاش میموندن خیلی خوشرو همون اساس برگ توت خورده و کلون میشید بعد وقتی تنیدنش که میشید با اسپسیال مینباش گفتنی میوردن سادی جاروب میکردن بالاشون ده میموندن همون ده درآمده میتنید با کوسیکی خیلی پیله میکرد درونش همون وقت با همه کسا خلق جمع کرده گرفته برده میسپاریدن وقتش حاضر هم هست مثلا کشلاقا ده میکنن نانی چپاتی داریم خمیر میشوریم به خمتروش به دراج نه دراج حاضر برآمد بچه جان ای قدیم علام این خمیرا خمیر خمتروشی بود به مزه بود شیرین بود حاضر دراج میندازن کلینا ما دراج نمینداختیم در وقتش ما وقتی که همینجا شوهر کدام دیم خشتامنمون بسیار آدمی هم خیلی چی بوده مهماندار و همین خانه مهماندار بود دوی مهمان بود فقط همین خیلی نونی چپاتی میکرده و یاد گرفتم من همه خشتامنو و اینم خیلی تنگ میکردم و میبستم یا روز در تویمون تا 4 5 6 همین خیلی کارتون خمیر میکرده میبسته همون سالو بعد دیگه یاد گرفتم من خمیری همین نونی چپاتی رو هم خیلی ملایم میکنن سختش نون خیلی چی میآید سخت میآید در نونش خیلی اگر خمیرش سست باشه نون خوشرو میآید نان این نان قطعی دوگانا 12 نفره ما دوگانا امروزی همسایه توی داشته باشه میآید همسایه مرحمت خمیر بشوریم میریم ما خمیر میشوریم یک کس چپاتی میشوریم یک کس تمال میشوره تو قزبریشان ده یک کس کلچه کلان میشوریم این خیلی کلچه ها میبندیم بچم نونای تفدانی میبندیم گردچه میبندیم چپاتی میبندیم معرکه همسایه رو گسل میکنیم یعنی مثال سمنکی تاجیکی خما ای قدیم مثال مردمی
توجیکی مودا ملیتی توجیکی مودا باید که نشه بهار درمد باید ما سمنک مونیم مدرو مونیم وقتی که سمنک موندنی شدیم باید این گندم ما یادون کنیم بشوریم 3-4 روز تر کنیم 2-3 بار در یه روز او ایر ما علیش کنیم که این مزه نکنه تروش نشه و وقتی که تروشید این دیگه اوقات میشه دیگه اوقاتش همی که باید اگر ما چی مونیم نشسته موندنی شویم انا نشسته باید باید تروش میشه اوش که علیش نکدیم میجفه میگیریم خوک میگم این نشسته میشه ان این همه خیلی نازکه که باید او ویر همه خیلی ما علیش کدام گیریم که مثال به مزه بیاید وقتی که این شید باید ما ایر بسیار علف میکنن باید ایر علف نکنی همه قصاو شید سوزن تیوانواره باید ایر بکتی انا باید به مزه میاید دیگیشم دیدونیشم اوقاتی مثال بلازترین ملتی توجیکی ما سمنکی بهوری وقتی که در سخنهای عیدی منشید همچون رنگی مسابقه انا وای در سخنی وای این خیلی شروع باید من خیلی بخرم و جور بجانی خمون کده او اینه میشه که اینه ارزقی توجیکی خمون سالی توجیکی خمون اینه کلنو میپزن و زود بر اینه کلون پختای اینه کلون پختای اونا نون تنوک انا وای هم کلون پختای اینه میو بسای مونا جور برای بچه‌کو های بچه بیار بچه بیار انا میر بیار باید ما خوب کنیم ما مادرها خوب کنیم اینم بپزه میشه اینو زود بره براریم هم مثال یا کجی زندگی بچه ها پیش میره هم مثال اوستاست اگر ما مادرها همی رویه کنیم ای بین میره